من این رو بهانه نمیکنم که من بیماری کرونا شدم، ولی خیلی برای من مشکلی کرد این بیماری. من از تمام مردم عزیزم معذرت میخوام که من نتوانستم که دل آنها را شاد کنم در این مسابقه و من 28 سال دارم و این بازی المپیک نوبتی میشد سال 2024 در دولت فرانسه شهر پاریس. قریب که 2 سال و 8 ماه دیگر مانده است برای این بازی المپیک. ناامید نیستم. من با یک بازم تیاری را خوب دیده به هدف خود و مقصد خود که در پیش گذاشتم تا آخرین نفسی که در بدنم است من می‌جنگم.